سلام و درود فراوان برای شما دوستان عزیزم. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شاد و سلامت و پر از انرژی های مثبت باشید و در آرامش باشید، در شادی و نشاط و پر از آرامش و عشق باشید. انشالله که آمین بگیم در کنار عزیزانتون. دوستان، من یاکاموز به کانال خودتون، کانال فال قهوه پاسور انرژی مثبت، خیلی خوش اومدید. امروز هستم در خدمتتون که خیلی میخواستین این فال رو و فال نخود میدونید که یکی از فال هایی هستش که حالا پیامبرامون برامون مونده و فال خیلی قدیمی هستش و خیلی هم دقیق برامون همه چی رو میگه. و حالا شما میتونید در هر زمینه‌ای که فقط لطفاً نیتاتون رو قاطی نکنید، کاری، مالی، احساسی، سلامتی و یا جواب بله نخیر، حالا هر کسی که میخواد، هرچند این فال عمومی هستش، شاید یکیش دوتاش سه‌تاش یا هیچ کدوم در نیاد، مونده به فرکانستون، مونده به ارتعاشتون، مونده به انرژیتون، انرژی مثبت، و با انرژی مثبت بالا وقتی که نیت بکنید عزیزانم میتونید که حداقل یک راهنمایی بکنه. اونم با کدوم نخود؟ فکر کنم اولین بار ببینید این نخودها رو. نخود قهوه‌ای ببینید، حتی میتونید انرژی هم رد و بدل بکنید، نگاه بکنید. و اینکه فکر کنم اینقدر فعلا کافیه. و برای همسو شدن، هم فرکانس شدن و اینکه جاری شدن انرژیتون توی این پیشگویی نخودمون و هم فرکانس شدن با انرژی من، هم حالا میتونید همون در مسیر نور و آگاهی هستم رو بنویسید و یا تکرار بکنید و یا کد همون 777 رو بنویسید. کاملا میتونید که با این روش با من، انرژی من البته، هم فرکانس بشید. یه چیزی هم بگم دوستان عزیزانم، خیلی میپرسید در رابطه با فال شخصی خصوصی. عزیزان ببینید، هم توی صفحه اصلی کانال من وجود داره، کانال خودم که نوشتیم اونجا، این یک. دوم این که در پایین سمت چپ ویدیوها دیسکریپشن اونجا، یعنی بعضی فارسی ها شرح نوشته شده ولی به انگلیسی دیسکریپشن هستش، برید اونجا که اصلا زنگ و پیام نیستش، فقط و فقط از طریق واتساپ پیام داده میشه یا پی ام، حالا هر چی شما میگید، زنگ زدن نیستش. و اینو خیلی میپرسیدید و من مجبور شدم که وقت اون یکی عزیزان رو هم بگیرم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و با انرژی دست من، کف دست من که میدونید ما چشمایی هم در کف دستمون داریم، با اینا معنی داره دوستان. صبر کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان، من از این لحظه که حالا بدون زمان هستش لطفا حساب بکنید که هر چی در بیاد در رابطه با اون نیتتون شاید حالا شما راهنمایی بکنه. و همیشه گفتم هر چقدر با انرژی مثبت و با اعتقاد، ایمان و باور و نیت بکنید، اون قدرم حالا میتونه براتون کمک بکنه. اولین نخودی که پرید، یه نفری که از زندگیتون رفته یا شما رفتید از زندگی یک نفر یا یک نفر از زندگی شما رفته. و گزینه دوم این میتونه باشه که یک چشم نظر، یک سنگینی یا انرژی منفی که همشون از انرژی منفی میاد دیگه، چشم نظر باشه، چشم زخم باشه، سنگینی باشه، یه همچین چیزی، حالا جادو باشه، سحر باشه، جنبل باشه، یه همچین چیزی رو میبینم از زندگیتون در آینده خیلی نزدیک. من میبینم که شوت میکنید بیرون که یا اقداماتی کردین یا میخواین بکنید. و حتی بعضیاتون رو من اینجا میبینم که با انرژی مثبت بالایی که همیشه فرکانست رو بالا نگه داری، هیچ انرژی منفی نمیتونه به شما
آسیبی برسونه. و حالا گفتم 3 تا گزینه‌ای که یه همچین چیزی، اگر گزینه اول باشه براتون میگه یه خبری در 2 مدت دیگه، درسته طرفدار وعده دادن نیستم، همه چیز در حال انرژی هستش و در دست خودمونه، فکر و ذهن انرژی خودمون هستش. هر چقدر فرکانسمون بالا باشه، انرژی مثبتمون بالا باشه، اونقدر میتونیم ما اتفاقات خوب و بد رو به سمت خودمون بکشیم. هیچ وقت این رو از یاد نبرید. و میگه که 2 وعده دیگه، ولی بعضا که این وعده ها در میاد من نمیتونم رد بشم اینجاها رو. این 2 میتونه 2 ثانیه هم باشه، 2 دقیقه هم باشه، 2 ساعت الی 2 هفته و 2 ماه نمیکشه. ولی برای 2 12 22 ها حساب بکنید که ازش سر و کلش پیدا میشه و خبری خواهد شد. عزیزان، یک تصمیماتی گرفتید یا یک برنامه ریزی هایی حالا ریختید یا یه هدف هایی میبینم توی ذهنتون حالا جاری کردید یا حالا میکنید، چون پیشگویی دیگه اتفاق میفته بعد این ریدینگ. حالا شاید اتفاق بیفته که یا یک چراغی توی لامپی چیزی ذهنتون روشن بشه که من براتون عالی میبینم، میگه این رو حتما جاری بکنید. ولی میبینی کنار کشیدی، آفرین، یعنی اینو میخواستم. کلا میگه از فردهایی که یا افرادهایی که انرژی منفی میگیری برای آورات، بنیت یا هر چیزی که شما میگید خوب نمیاد، حالتو خراب میکنه، بکش کنار. توی لاک خودت اون هدفی رو که من میبینم یا اون برنامه ریزی که من میبینم کاملا ریختید یا حالا گفتم دیگه برنامه ریزی حالا میکنید در آینده، به هیچ کس لطفا نگید و اینو دورا دور زیر به قول خودمون پوستی حالا یا اینکه حالا زیر خاکی بدون که کسی بگید این کار رو انجام بدید که به نفعتونه. حالا میتونه این عشق باشه به کسی نگید، میتونه کار باشه، پروژه باشه و یا اینکه حالا یه کار دیگه ای باشه. چی کار دارید میرید به همه میگید که کاملا این انرژی های منفی باعث میشه که شما کارتون به تعویق بیفته، بعدم دنبال مقصر میگردید، خودتون رو سرزنش میکنید. دوستان، درگیری ذهنی دارید خیلی هاتون، ولی ببینید اونایی که سطح آگاهی بالا دارند یا رسیدند و یا فرکانسشون حالا بالا هستش، من اینجا میبینم که میتونم به راحتی از این تنش، از این ناآرامی و بیقراری و نمیدونم درگیری ذهنی یا بین 2 راهی، 3 راهی یا 4 راهی قرار گرفتید، کدوم انتخاب کنم، کدوم اینو بگم نگم، برم نرم، یه همچین چیزی که داره خودخوری میکنید. آخر عاقبت این چی میشه، این کاری که یا حرفی که گفتم چی میشه، چی فکر میکنید، یه همچین چیزایی که اصلا کلا به خودتون دارید ضرر میرسونید و میگه لطفا این کار رو نکنید. کاملا بشینید، حالا منظورم بشینید یعنی بشینید کاملا فکر بکنید در آرامش خودتون. حالا یاکاموز جان، من نمیتونم آرام بشم. عزیزم، من نمیتونی آرام بشی، دوش آب نمک بگیر. حالا من چند تا روش میگم، هر کدوم رو دوست داشتی، اجبار نداریم ما. آیت الکرسی رو بخون، سوره بخون، سوره واقعه رو بخون، سوره یاسین رو بخون، سوره فتح رو بخون، سوره کوثر، از این آسون‌تر روزی 3 بار یا 7 بار بخون. حالا هر کدوم که میتونی، حالا واقعا دلت میخواد، اینا برات آرامش میده و باعث میشه که کاملا اینجا من میبینم اون از درگیری ذهنی که این چرا اینو گفت، اونو گفت، این کارو کرد، اون کارو کرد، یا من برم نرم، در رابطه با دیگران و یا خودت قضاوت هایی که میکنی و باعث میشه که این برات اصلا هم خوب نیستش. یه همچین چیزی رد و بدل میشه توی ذهنت و روحت و داری روحت رو اذیت میکنی و به فکر یواش یواش در آینده من میبینم که اینطوری اگر پیش بری به فکر انتقام و به دیگران ضرر رسوندن، حتی با زبونت رنجوندن، یه حرفی از دهنت پروندن، حالا نیش زبون زدن که این واقعا خیلی بده. میدونید که زخم زبون یکم دوستان خوب نیستش و یکم زخمش هم دیر خوب میشه، یعنی واقعا از ته دل آدم رو زخمی میکنه
یعنی شده دیگه حداقل 1-2 بار اینو توی زندگیتون عمیقاً حس کردید. پس من اینجا اینو دیدم، به خاطر همین میگم که این کار رو نکنید. بابا چی میشه برم همه چی رو داغون بکنم و فلان فلان این حرفا بگم، نه، بر ضرر شما تموم میشه. توی محیط کار، توی عاطفی، توی هر چیزی که باشه دیگه آدم میگه به اینجام رسیدم، واقعا به اینجام رسیدی، بالا بشین. واقعا گفتم دیگه با آرامش و با اینجور گفتم راه و روشایی که بهت گفتم میتونی یکیش انتخاب بکنی و یا هر روشی که تو رو آرام میکنه. بعدا نمیخوام پشیمون بشی، چون واقعا سرفکنده خواهی شد اگر اینطوری پیش بری. و اینجا دوستان 3 تا گروه میبینم. یه گروه اینجا هستش، یه گروه اینجا هستش، یه گروه اینجا هستش و تقریبا حالت گل هم لاله هستش، حتی این برگاش هم افتاده پایین، اینم ساقشه. یه چیزی که عزیزان کاشتید رو اصلا انتظار ندارید یا کاشتید یا میکارید یا سنگ همینطوری شانسی اصلا نه سر در میاری نه هیچ چیز دیگه. حالا نمیدونم دیگه سرمایه گذاری میکنی یا کردی، حالا یهو میزنه بالا و سود میکنی، یا حالا یه چیزی که ببین من اینجا میبینم که یا کاشتی یا میکاری، یهویی در عرض مثلا 1 ساعت، 1 شب، 1 دقیقه من اینجا میبینم که اصلا شتابان غیر منتظره یک بهره و معجزه بزرگی رو به همراهش میاره. اینجاشو خیلی عالی بودا. این قسمت رو نگاه بکنید، دقیقا یه چیز، یه گلی، مثلا حالا گل لوتوس هم میتونه باشه، گل همون نیلوفری دیگه. ببینید عزیزان خوب دقت بکنید، اینجاست. خب حتی برگاش هم افتاده. و افرادی که حالا شما رو تنها گذاشته بودن دوباره برگردن، حالا اونایی که واقعا مفیدن یا مثلا مشهور شدنت رو میبینم، مثلا توی دنیای مجازی باشه، مثلا از کار همین کار یوتیوب مثال بزنم که از نظر NLP که کاملا متوجه حالا بشید، خب متوجه بشید. مثلا یه کار اینترنتی باز بکنی، یوتیوبی مثلا باز بکنی، توی کار مثلا انرژی خانی بری، واقعا که مثلا اصلا امید نداری من بلد نیستم و فلان، در آینده خیلی 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 نزدیک یهویی در 1 ساعت مثلا یه روز ببینی که من مشهور شدم، واقعا اصلا برای خاروندن اصلا وقت ندارم. یه همچین چیز مثال زدم و یا توی عشق باشه، اونقدر تلاش کردی جایی که دیگه میخوای دست بکشی و برگردی، میگه که اینجا میبینی که طرف مقابلت اصلا با یک دسته گلی اومد و ازت پیشنهاد ازدواج و اینجور چیزا بهت داد. واقعا زانو زدنش رو من اینجا میبینم. مونده ولی بگی نخیر بگی ولی خوبه، بدم نیافتاده. میگه 3 تا اکیبی که بر علیه تو، حالا شاید تو بکشی کنار بعد این قضیه اینجور چیزا، یه حرفایی در میارن، یه حدیثایی در میارن، یه چیزایی به گوشت داره میرسه، اصلا بی اعتنا، بی تفاوت بگذر. یعنی بهترین راه، واقعا من خودم میگم اینها، بهترین راه دور شدن از استرس و نمیدونم استراب و اینجور چیزا انرژیه عزیزم. ما خودمون واسه خودمون میدیم، اصلا وجود ندارم، باور بکنید ما خودمون ایجاد میکنیم اینو. بی اعتنا بودنه، بی تفاوت بودن هستش و میتونه که براتون خیلی خیلی خوب باشه این قضیه. و اونا حالا یه حرفای چیزایی اصلا بخند و رد شد تو موفقیت و پیش به سوی، ببین جدا میشی، پیش به سوی رهایی و آزادی داری میری، اصلا بی انتها هستش. و اینا درگیر هنوز غیبت و بدگویی و قضاوت کردن و حالا کارما پس دادن و اینجور چیزا هستن. حتی میتونه فک و فامیل باشه، دور اطراف باشه، مثلا میگم همکلاسی باشه، همکار باشه، همسایه باشه، یه همچین چیزی که خودتون بهتر میدونید. و عزیزان رقم 5 زیاد افتاده، به معنی انتظار هستش. یعنی میگه در رابطه با هر چیزی که انتظار میکشی، این انتظارت باعث میشه که خوبه
یعنی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی مثلا به اون اهدافت میرسی. ولی اینجا 5 داده، 5 15 25 روز دیگه یا 5 شنبه، کدوم 5 شنبه نمیدونم چون بدون زمانه، ولی خیلی نزدیکه، در رابطه با اون چیزی که انتظار داریم، که یکی در رابطه با عشق، یکی در رابطه با پول، یکی در رابطه با خرید خونه، ماشین، یه همچین چیزی که اونی که خیلی 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 مهمه. اینم یک راهنمایی خیلی بزرگی که خیلی برات مهمه و غیر ممکن میدونی یا میبینی، اینطوری بگم برات. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت بکنید. ببینید یک باز دوباره یه نفر، اینم میگم به معنیش چیه، اصلا دست نمیزنم میگم معنیش چیه. دوستان قراره باز درخشیدن و پول و ثروت و علامت تقریبا بی نهایت، اینجا بی نهایت داری بسته شده. دوباره یه نعل اسبی هم اینجا من میبینم. یعنی چی؟ یعنی میگه علامت بی نهایت به معنی حالا عشق باشه، دوست داشتن باشه، پول بی نهایت باشه. بازم میگم در رابطه با اون چیزی که نیت اصلیته که الان نیت کردی، ها دومین بار گفتم که نیت بکن، در رابطه با اون دارم میگم. میگه بله شدنیه، بر روی 8 حساب بکن و اون شانس و موفقیت و جذابیت بیشترت کمک میکنه که این هدفت رو برسی. و مطمئن باش این افراد صبر کن. اینجا من یه نخودی رو دیدم. عزیزان شبیه به اونایی که مثلا از 100 به 5 نفر مثلا بخوره. خب یه انرژی منفی پیدا میکنن، یعنی میزنه حتی برای اینکه بعضی از سحرها و جادوها حتی کنار قبرستون، جاده مثلا میرن یه جایی که نمیدونم، حالا مثلا به یکی از نزدیکانشون فاتحه بدن، چیکار بکنن اونجا پیدا میکنن، به یه چیز شک میکنن، مشکوک میشن، نمیدونم یه چیزی که حالا انرژی منفیه، دقیقا جادو، جنبل، طلسم، همچین چیزی که، و بازم تکرار میکنم این برای خیلی هم قدیمی هستش، شاید برای پدرتون، مادرتون یا حتی باغچه چیزی داشته باشید اونجا پیدا بکنید نوشتن که اینو پیدا میکنید داخلی مثلا یه کیسه مانندی پوسیده، یه چیزی که کنجکاو میشید اینو باز میکنید و میبینید که اسم شما هم وجود داره، مثلا پدرتون، مادرتون، یه همچین چیزی. واقعا تعجب میکنید. خودش هم بر روی 4 14 24 94 34 سال پیش این کارو کردن و نسلا به نسل و اینجور چیزا، اصلا کلا خانواده‌تون رو از هم پاشیدن، داغونی، پراکندگی، یه همچین چیزی میبینم. خدا لعنت بکنه به همچین افرادی که این کارا رو میکنن و واقعا انشالله که همه بنویسید، ارتعاش برسونید، اصلا تکرار بکنید، برگرده به خودش هر کسی که دست به این کارها میزنه و با سرنوشت آدم‌ها بازی میکنه. چون واقعا این نخود رو من یه دونه تک نخود رو بخوام تفسیر بکنم، چه چیزهایی که در این نخود دیدم عزیزان، بعضی چیزها رو که میگید همه چی که دیدی را بگو، بعضیا جنبه ندارن، بعضی رو من اجازه ندارم. متوجه شدید؟ نه از طرف یوتیوبیا، از طرف انرژیکی اجازه ندارم بگم. یعنی توی این نخود من یه چیزایی دیدم حالا ببینید گذرا چیز میکنم، رابطه نامشروع بود، خیانت بود، دروغ بود، سر و پا خوابیده بودی، هر کسی که حالا مثلا گفتم دیگه، از خودم سردرد شدم اونقدر سنگینی داشت. ببین حالا آدم نمیمیره که از مرگ بدتر میشه، یعنی هیچ کارش درست نیستش، سر جاش نیستش، هر چقدر درجا میزنه اصلا میخوره به هم. یعنی کلهم من میبینم که حتی توی بدنش یک لکهایی در میاد، یا مثلا جوش میزنه، یا مثلا گفتم دیگه یک واکنشی بدنش انجام میده، این دکتر اون دکتر، خیلی هم لاغر شده، حتی بهش میگن که اعتیادی چیزی مصرف میکنی، خیلی چیزا، خیلی خیلی بشینم در رابطه با این تنها نخود تا صبح براتون حرف بزنم، به خدا این حرف داره. خب یه همچین چیزی، حالا کاری ندارم ولی اشاره کردم کمی اشاره کردم که شما متوجه بشید. و اینجا میگه که پول کلانی، بازم میگم هم ریز و درشت افتاده اینجا، هم اینجا میگه که یه پول کلان، مثلا ارث باشه، میراث باشه، وام باشه، پولو بیاره، اصلا اون بتونید که
چطوری سرمایه گذاری بکنید، پول رو بذارم مثلا اینجا سود بکنم، اینو چندین برای اصلا 1 و 10 بکنی، 1 و 100 بکنی، یه همچین چیزی اتفاق میفته و یا ارث و میراث هستش. اما یکی از وارثین میگن چی بود اون، احتمال داره یه خیانتی انجام بشه، مواظب باشید حقتون رو نخورن. اونایی که توی اسمشون آی با کلاه و نون اسم و فامیلیشون و یا اسم شرکتشون، کارخونهشون، شهرشون، کشورشون آی با کلاه و نون دارند، گفتم اسم هم میتونه و اون چیزایی هم که شمردم میگه منتظر یک معجزه‌ای باش از طرف، حالا مثلا خبری چیزی، حالا منتظری که از طرف کار باشه، عشق باشه، واسه خودت باشه، میگه برات عالی عالی خواهد بود. یعنی اون انتظار یا اون زحماتی که حالا کشیدی و الان که ناامیدی میگی یا کاموز جان نمیشه، به زودی بر روی 1 ها حساب بکن، 1 یا 3 مونده که چون بند و بستگی یا چشم نظر افتاده، سنگینی افتاده، حتی خودت هم میتونی به خودتو ببندی ها عزیزان. نمیدونم چرا نخود برای بند و بستگی بیشتر اشاره میکنه امروز و 4-5 سال، آره 5 سالی میشه که براتون گرفته بودم، ولی این فرق میکنه یکم. و با نخود سیاه بگم، قهوه‌ای بگم، دقیقا میگه که خبری که برای 1 یا 3 براتون اتفاق میفته که اصلا از خوشحالی میپریم به هوا، اینطوری بگم. دوستان ببینید اینجا یه چیزی دیدم براتون، ببینید اینجا نخودها روی هم مرتب، من که دست نزدم همینطوری چیز کردم دیگه، انگار مثلا یه حساب کتابی، اینطوری بگم مثلا با تو این کارو میکنم، با تو اون کارو میکنم، X با تو این کارو دارم، Y با این کارو دارم، A با این تو این کارو دارم. یعنی یه زمانی که بهت ضربه زدن، به تمسخر گرفتن، نمیدونم چیکار کردن، دلتو، سرنوشتتو، نمیدونم کارتو، بارتو، همه چیزتو به هم زدن، چون طلسمم چسبیده به اون. میگه خواهشن انتقام نگیر، ولی کائنات و بکش کنار و نگاه کن، ببین صدم افتاده. یعنی نگاه کن کائنات و جهان هستی، ببین باهاشون چی کار میکنه، ببین باهاشون چی کار میکنه. 2 بار تکرار کردم، پس ببین چی دیدم براشون. و حتی تو رو مثل نردبون ببین رفته بودی بالا که مثلا 1 بار 2 بار شکست خورده از طرف اینا که چند نفر هستند، خودت بهتر میدونی اینا کی هستن. بله همونا هستن که الان از نظرت، فکرت، ذهنت رد شد. اینجا میگه که برات عزیز دلم دوباره تو قوی تر از قبلم حالا بلند میشی، کارتو شروع میکنی، زندگی تو حالا شروع میکنی، حالا از همسرت جدا شدی، طلاق گرفتی، بچت مونده وسط، یا هر چه ضربه هایی زدن، خیانت کرده همسرت و یا هر چیز دیگه، اصلا نقشه ای، توطئه ای، حقتو خوردن، نمیدونم که ظلمای خیلی بیشتری 2 بارم خودشم انجام دادن این کارو، ولی میگه قوی تر از قبل تو حالا بلند میشی و کائنات برمیگرده و جهان هستی به تو اینو میگه، ما اگر این کارو بهت نمی کردیم تو واقعا خودت به زمین میخوردی، اون وقت نمیتونستی که این درسای عبرتی که اینا بهت دادن و ما باعث بانی اینا شدیم که این کارو بکنم باهات، بعداً متوجه میشی که چه حکمتی داشته. عمیق بوده، انشالله که متوجه بشی. اگه نشدی بزن عقب، دوباره گوش کن تا متوجه بشی، چون واقعا یک مسئولیت ذهنی هم اینجا دیدم، انگار مثلا برای حواس پرتی و اینجور چیزا اینجا من دیدم برات. عزیز من 11 افتاده، برج 11 روز دیگه، شب ساعت 11، یک معجزه‌ای که داری نزدیک میشی. اما درسته پستی بلندی کشیدی و برای این معجزه یه چند تا پستی بلندی مونده. خب و برات اینجا میگه که چند تا پستی بلندی مونده، اشکالی نداره، داری تموم میشی دیگه. یعنی اون آخرین به قول معروف دردهایی که هستش، یا مثلا جایی که حالا میسوزه، اون سوزشش هستش،
یعنی اون آخرهاش دیگه واقعا تموم بشه و تو به رویاهات برسی. حالا دیگه از مدار خارج بشی، این که پرید بیرون مدار بود، یکیتون پریدین دیگه، نمیدونم کدومتونین، هی تلاش میکنید دقیقه 90 پرت میکنه بیرون کائنات، یا خودتون پرت میشین بیرون، و یا کسی که اصلا برات خوب نیستش هی میرید به طرف اون، به سمت اون، تو رو آلوده میکنه، نمیدونم انرژی همیشه انتقال میده به تو، اصلا اعتیاد باشه از هر لحاظ دیگه، تو خودت متوجه شدی سمی ومپایر، دیگه چی بگم به این فرد آخه. مواظب باش یا دوباره رفته بود برمیگرده، که اینجا من میگم حالا خیلی کم مونده، و پستی بلندی هایی که حالا دوباره بگی که نه بابا الانم درست نمیشه، که آخه میشه عزیز من، این بار بهت گل میدم، میشه. خب آخرین نیتت هم بکن. یه نفری عزیزان من اینجا میبینم بهتون، اینجا افتاده بود جلوی دقیقا من، اینجا بذارم که ببینید، نمیبینید، اینجا گذاشتم. خب حالا اینه ها، به شما علاقه بیش از حدی رو داره، خب بیش از اندازه‌ای رو داره، ولی میترسه، نمیدونم حالا این زن داره یا مثلا عشقی رو داره نمیتونه بگه، و یا حالا مثلا گفتم که ترس و وحشت افتاده، و یا من برم بهش چی بگم، و میتونه از گذشته باشه، میتونه عشق سابقتون باشه، میتونه همسر سابقتون باشه، میتونه حالا کسی که به سابق و گذشته اونجا چیزا ارتباط داره میگه، ولی تو متوجه میشی. حالا مثلا میپاد دیگه، مثلا توی یه هویی که مثلا ساعتی که تو بیرون نمیرفتی بیرون بری اونو ببینی، و یا حالا سر کوچه بیسته، نمیدونم با ماشین رد بشه چیکار بکنه، اینو میبینی، ولی میگه منم نیست، ولی خیلی پشیمونه ها. یعنی من نصف بدنش رو نمیبینم، اینجا یه آدمی که این ایستاده نصف بدنش نیست، یعنی تو نصف بدنش انگار مثلا بودی، اون نصف بدنش رو از زمانی که تو رفتی دیگه نداره، آواره سرگردان تو کوچه خیابونا میمونه، مثلا نمیمونه واقعی ها. یعنی یه مثالی زدم که تو متوجه بشی، واقعا میگه که یه همچین چیزی برات افتاده که متوجه میشی، که واقعا تعجب میکنی که واقعا من برای اینقدر مهم بودم، تو من اینقدر دوست داشتی، یا من باعث بانی مثلا تو این شدم اینقدر که نمیدونستم. اینجا جمع شدن غیبتتون رو میکنم، بکنید بابا هر کاری که میخواید بکنید. اینجا یه جلسه گذاشتن در رابطه با مثلا اینو چیکار بکنیم از وسط برداریم، یا مثلا این مزاحم ما میشه، این فلان بیسان ما میشه، و حتی سردستشون هم یک خانومی هستش که یکی از همخونای خود شما هستش، بردار خود شما هستش، که مثلا میگم مادر میتونه باشه، خواهر میتونه باشه، مثلا عمه، نمیدونم، یا شاید زن دایی، نمیدونم، یه همچین کسی که واقعا خودتون میشناسید و یا تو اسمش میتونه میم داشته باشه، حالا سه مثلا معصومه، یه همچین چیزی داشته باشه، ساد داشته باشه، میتونه که داشته باشه، هی آخر داشته باشه، یه همچین چیزی که یکیش هم داشته باشه کافیه، ولی حدس شما درسته، شما میدونید. ببین یه چیزی هی میدونید میگم، یه حسی هم برای من اومد که واقعا به سطح آگاهی دارید میرسید، کار میکنید، یعنی چاکرای تاجتون باز تقریبا، ولی اون استعدادی که دارید متاسفانه نمیتونید استفاده بکنید از این استعداد. میگه استفاده بکنید. چرا میگه اینقدر ما اشاره، دقیقاً پیشگویی نخود میگه ها، چرا اینقدر ما اشاره میفرستیم، کم مونده دیگه خودمون با حرف بزنیم متوجه بشی که مثلا این کارو بکن، اون کارو بکن، این مسیر خوبه، اون مسیر خوبه. اگرم دقت کنید به شکلی تقریبا قلبم افتاده و به آرامش برسی. اگه اونایی هم که توی حالا قلبشون، ناحیه قلبشون یک حالا دردی، سنگینی احساس میکنن، به یک نوار قلبی یه چیزی برن، من نگرانی خاصی نمیبینم، ولی برم بهتره. و اینجا میبینم که خیلی 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 بر روی خودت فشار آوردی و میاری، یه ترامای بزرگی هم
تقریبا 3-4 سال پیش برات اتفاق افتاده یا 3-4 ماه پیش برات اتفاق افتاده، اینجا اصلا کلمات واقعا اونا که تازه اومدن، حالا بگم که به خاطر دندون پزشکی هستش که هنوز ادامه ندادم، نرفتم، سین و شین ها رو بیشتر نمیتونم تلفظ بکنم به خاطر همین. و میگه که اینجا دقیقاً اینقدر تو مثلا استعداد داری، اینقدر تو میتونی به جاهای بلند و بزرگ و اینجور چیزا هم برسی، چرا نمیتونی؟ چرا این کار رو نمی کنی؟ چرا به چه علت، به چه دلیل؟ رقم 9 افتاده، ببینید 9 یعنی 9 تکامل، پیشرفت، برد، یه همچین چیزی هستش که بالاخره من موفق شدم. یعنی اصلا یه همچین صدایی، یه همچین حرفی، یه همچین چیزی که انگار به گوشم رسید. میگه فقط و فقط انتظار بیشتر من اینجا میبینم عزیزان، انتظار. میگه از این انتظار دارید تموم میشید، نگران نباشید. ببینید نمیدونم دیگه واقعا از 5 سالگی، 15 سالگی، 25 سالگی، 35 سالگی، 45 سالگی در انتظارید و یا این قدری که گفتم سالها در انتظار هستید، واقعا دیگه خسته شدید، بریدید، دیگه تمام، انتظار نکشید، واقعا به آرزوهاتون میرسید، 100% میرسید. ولی گفتم دیگه زمانی نمیتونید برسید که ارتعاش و فرکانس و نمیدونم انرژی و به همچین چیز ارتباط داره میچرخه زندگیمون، جهان هستیمون، کائناتمون، خدای بزرگمون، فرشتگانمون. دعا بکنید، دلتون رو صاف و پاک بکنید، به همدیگه هم دعا بکنید، مطمئن باشین که دارماش به سمت شما برمیگرده. و اینم یه کارمایی هست که یا شوت کردین یا شوت میکنید. ببینید اینجا و یه آدم سمی و منفی میخواد بهتون ضربه بزنه، یکم دقت بکنید، یه آقایی هستش الان هم در فاصله هستید و حرفای شیرین بگه، نمیدونم حرفایی که خوشتون بیاد، نیاز دارید، مثلا میدونید نقطه ضعفتون رو. اما یه فرد جدیدی، اونایی که تنها هستن، وارد زندگیشون میشه. ببینید رو در رو ایستادن، انگار مثلا تو نمیتونی و فلان، دعوا درگیری، با آبروت بازی کنه، یه زوری بگه، چیزی بکنه، میگه حد و مرز تعیین کن برای اونی که رفته ضربه زده و به خاطر منفعت خودش میاد به سمت شما. اینم بگم میتونه تو اسمش د داشته باشه، عین داشته باشه، یه داشته باشه، یه 2 نقطه یا حالا یه آخر. خلاصه هر کی این یه بار ضربه زده، 2 بار ضربه زده، شما بخشیدین، الان به خاطر موقعیت شما میخواد، نه به خاطر عشق و عاشقی اینجا چیزا بیاد به سمت شما. اینم حسش. اما یه فردی که ندیدی، نمیشناسی، یه هوی جلوت سبز میشه، واقعا میاد، اصلا یه مقامش رو من اینجا میبینم، واقعا اینجا من شخصیتش رو میبینم، یعنی اینجا خانوادهش رو من میبینم. تو در هر شرایطی هم باشی واقعا پذیرای شما هستش و اصلا جانش و دلش رو میتونم بگم که تقدیم مالش رو تقدیم شما میکنه، 2 دستی. شما هم حالا ببینید که چطوری رفتار میکنید دیگه. از دهنده بودن دست بکشید، واقعا عشق زندگیتون از ضمیر ناخودآگاهتون اون منفی‌ها رو، گذشته رو پاک بکنید. اجازه بدید که این مونده اینجا، این از انتظار علف سبز شده زیر پاهاش، بیاد به سمت زندگی شما. گناه داره. عالی، بی‌نظیر بود دوستان، خودم واقعا کیف کردم و حتی احتمال داره بر روی که از نظر انرژیکی هم دارید عوض میشید، یعنی فرکانستون میره بالا، عصبی بشید و یا اینکه حالا مثلا به دوره، ببینید انرژی های جدیدی که آدم های جدید، دوره جدیدی که وارد میشید، احتمال داره مثلا براتون یه جوری بیاد، زود عصبانی بشی، نمیدونم به تلفن زیاد جواب ندی، یا مثلا داد و بیداد بکنی، یا مثلا به خودت، اعصابت، روانت صدمه بزنی، یا به دیگران. میگه جلوی خودت لطفاً بگیر، آرامش داشته باش، همون که اول گفتم بهت، یه همچین چیزی رو برات اشاره میکنه و میگه از یک آقا و از یک خانم به شدت دوری کن. این میتونه رقیبت باشه، همسرت باشه،
دوست پسرت باشه، کیس احساسیت باشه، پارتنر احساسی، هر چی اسمشو میذاری بذار، اما یه خانم داری که من اینجا میبینم که برای خیلیاتون رقیبه، برای خیلیاتون از همخوناتون هستش که میخوان بهتون ضربه بزنن، مبادا کنار رفته بودن دوباره سرکله‌شون پیدا میشه که اجازه ورود به زندگیتون رو، چون واقعا داری عوض میشی از نظر کلا 0 تا 100، یعنی از هر نظر داری عوض میشی، اینو دوباره خراب نکنن. انشالله آمین بگیم براتون یا رب العالمین، دونه به دونش خوبهاش براتون حالا مفید باشه و بتونید استفاده بکنید، اتفاقم بیفته. اگر خوشتون اومده باشه که من واقعا خیلی خیلی کیف کردم از این پیشگویی نخود سیاه بگم، قهوه‌ای بگم، اسمش هر چی میذارید، میتونید لایک بکنید عزیزان، کانالمون را حمایت بکنید، ممنون میشم و مرسی که هستید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون.